چرا خیانتکارها علیرغم عذاب وجدان به خیانتشون ادامه میدن؟ زندگیش نابود شده، آبروش رفته، داره خانواده‌اش از دست میده، مجددا خیانت. برای تجربه یه دوره کوتاه مدت 2 قیمت جانی روانی انسانی پرداخت میکنه. بنابراین اگر کسی خیانت میکنه بیشترین میزان استرس رو درک میکنه، چرا این آدم پس ادامه میده؟ چون کسی که استرس درک میکنه و در کنارش لذت هم وجود داره، به دنبال راهکار کاهش استرس، نه کاهش لذت. پس بنابراین مکانیزم‌های فراشناختی را این آدم استخدام میکنه. نوشتن چرا ادامه میده؟ بچه‌ها سوال کردن چرا ادامه میده؟ چون او میخواد استرس رو کاهش بده، لذت هم باشه. بنابراین میگرده به دنبال دلایلی که بتونه خیانت رو ادامه بده. او دلایل چی هستن؟ دلایل فراشناختی. اونی که من میشناختمش که خیلی برام آدم مثلا محترمی بود، هم اونم خیانت میکرد. مثلا او آدمی که برای من قابل احترام بود، او آدمی که من دیدمش آدم ارزشمندی بود، او آدمی که مثلا اون هم خیانت میکرد. اصلا خیانت برای این گروه از آدم ها اشکال نداره اصلا و برای خودش شروع میکنه دلیل تراشی کردن. من اگر دارم خیانت میکنم چون که نیازهام ارضا نمیشه، من اگر دارم خیانت و امثالهم. دلیل ها به جایی که بیان لذت را کم بکنن، استرس را کم میکنن. به همین خاطره که آدمی که خیانت میکنه به اندازه خیانت دیده فشار روانی و استرس و عذاب وجدان میکشه، ولی به مرور زمان یاد میگیره. دسته دومشون رو یاد میگیرن چیکار بکنن؟ استرس ناشی از خیانت رو کم کنن. پس سوال، چرا خیانتکارها علیرغم عذاب وجدان به خیانتشون ادامه میدن؟ علیرغم پیامد، زندگیش نابود شده، آبروش رفته، داره خانواده‌اش از دست میده، مجددا خیانت میکنه. میزان استرس رو تجربه میکنه. او میتونه این میزان استرس رو کنترل بکنه. با چی؟ با باورهای فراشناختی. باورهای فراشناختی از کجا میان؟ از تربیت میان، از مشاهدهش میان، از الگوها و اسطوره‌های زندگیش میان، از فشار اجتماعی. فشار اجتماعی به منظورم این نیست که کسی مجبورش کرده باشه، سبکای مقابله‌ای، بله. لذا یه بخشش اینها اختلالات کنترل تکانه و اینا رو هم باید در نظر گرفت، یعنی بحث فیزیولوژی اختلالات کنترل تکانه و عدم نایب بازار رو در نظر گرفت. ولی پس فراشناخت هم میتونه لغزش رو تبدیل کنه به یک فرصتی برای پرواز دوباره در زندگی. پرواز نه به آشنی دیگه ها، پرواز به آشنی خود. هم میتونه زندگی رو تبدیل کنه به فرودگاه. فراشناخت کنه هر دقیقه یه هواپیما نشسته. پس من میخوام یه چیز رو بسنجم، میخوام پیش بینی کنم خیانت رو. چرا جان گاتمن پیش بینی میکنه طلاق رو؟ چون فاکتورهای طلاق رو در میاره. ما اومدیم فاکتورهای خیانت و فاکتورهای جدایی رو تو 7 حجره در آوردیم. گفتیم اگر این حجره ها 3 تا 4 تاش مشکل داشته باشه، منتظر جدایی باشین. در بهترین حالت منتظر خیانت باشین، در بهترین حالت اگه حجره ها درست نباشه. حالا من میخوام این حجره لغزش رو بگم کی منجر به خیانت میشه. پس بنابراین فرض بر این میگیریم که هنوز خیانت اتفاق نیفتاده، یه کاربرگ داریم. خیانت اتفاق افتاده، یه کاربرگ دیگه داریم. برم براش. تازه فهمیدم غیر داره لغزش. فکر میگم غیر نداره. یعنی انقدر من لحاظ فراشناختی معتقدم خیانت یعنی لرزش. به خدا انقدر دیدم ها، یعنی نه اینکه حالا اعتقادم از چی نیست، خیلی ببین بچه‌ها، من جزو معدود مردسانانی هستم. نه منظورم این نبود. خب دیدم که خیانتکارها چطور لرزش دارند.
حداقل در ابتداش، که من دیدم در آدمایی که خیانت میکنند چه حالی دارن، مخصوصا اوایلی که میان و عذاب وجدان دارن و میگن من همچین غلطی کردم، چیکار بکنم چیکار نکنم، حالم بده، و مثلا یه ماه بعد میشه عادیه، دیگه انجام نمیدم، میگه ندارم انجام میدم ولی حالم خوبه. اون لرزش اولیه. این لرزش اولیه خط برش اینه که فرد به خیانت بره یا نه. پس نگاه اول که اصلا لغزش قابل قبول نیست، چون لغزش لرزشه، حتی بعضی موقع یه عمره، چون بعضی موقع لغزش‌ها لو میرن بچه، اصلا فرصت تعمیر دیگه وجود نداره. تو بزرگترین استرس بشری رو وارد کردی. لغزش‌ها بعضی موقع یه ترکشی به شخصیتت میزنن که دیگه شخصیت جمع نمیشه. عزت نفس تو یه جوری زیر سوال میبره که دیگه جمع نمیتونی بکنی خودتون. اصلا هیچ تضمینی نیست بعد از یه لغزش عاطفی تو بتونی خودتو جمع کنی. دائما تصویر جلو چشمته، یک لحظه ولت نمیکنه. تازه در جنبه سالمش، در جنبه ناسالمش تو دائما فکر میکنی آدم‌ها مثل خودتن. بدتره. ببین بعضی از خیانت‌ها برای تکرار دوران نامزدیه، دوران نامزدی ناکام. اصلا نه بشینم اینو بگم. بعضیا سوال میکنن چرا خیانت‌ها و بعضی خیانت‌ها اتفاق میفته. ببینید من نمیخوام بگم حمیدالله این هستشا، یه خطایی داریم به نام خطای میل به تازگی. میل به تازگی در رابطه. ببینید وقتی یه رابطه چند ماه یا چند سال از عمرش میگذره دیگه تازگی نداره، جنبه‌های دیگه رو داره ولی تازگی نداره. خیلی از افرادی که خیانت میکنن به دنبال تکرار دوران در هیجانی دوپامینرژیک نامزدی هستن، دوران مخفیانگی، دوران یواشکی بودن، دوران اون اوج لذت دوپامین و برای یک کس دیگه خاص بودن ها، که متاسفانه بدبختانه همین دوران خیلی ساده و کوتاه قیمتش فروش شخصیت و وجود و انسانیت دو نفره، یکی خودش یکی طرف مقابلش. یعنی برای تجربه یه دوره کوتاه مدت دو قیمت جانی روانی انسانی پرداخت میکنه. راضی نشیم برای تجربه یک دوره کوتاه یک قیمت انسانی جانی روانی پرداخت کنیم. قابل توجه کسانی که به دنبال تکرار لغزشن، چون در مسیر ثانویه یعنی درگیری با طرف مقابلشون هستن. خیانت یعنی فروش شخصیت و فیزیولوژی دو نفر، قیمتش انقدر برای لذتی آنی.